همراهان عزیز سلام، وقت شما بخیر. امروز قرار است که در مورد سلیمان عطایی صحبت کنیم، جوان 25 ساله که 25 سال پیش در شهر هرات به دنیا آمد. او در ولسوالی قوریان و در روستای برناباد هرات به دنیا آمد و کلان شد. در سال 2013 میلادی که 14 سال بیشتر نداشت با برادرش از افغانستان به آلمان پناهنده شد. تقاضای پناهندگی او در آن سال رد شد، اما به دلیل اینکه 18 ساله نشده بود از آلمان اخراج نشد و دولت آلمان تمام هزینه زندگی و درس و آموزش او را فراهم کرد. سلیمان عطایی در سال 2019 میلادی با یک خانم آلمانی ترک‌تبار ازدواج کرد که حاصل ازدواجش 2 فرزند 2 و 3 ساله است. او پس از ازدواج پاسپورت آلمانی را به دست آورد و شهروند کشور آلمان شد. اکثر همسایگان و شاگردان و معلمان سلیمان عطایی او را فردی مؤدب و با اخلاق توصیف کردند که روابط بسیار خوب اجتماعی داشت و حتی در کمک به روابط اجتماعی پیشقدم از همه بود. اما در یک سال اخیر همسایه‌ها و دوستان سلیمان عطایی متوجه شدند که او دیگر آن برخورد خوب و روابط گسترده اجتماعی را ندارد. او هر روز سردتر و منزوی‌تر به نظر می‌رسید و رفتارش بسیار همراه با خشم و خشونت شده بود، به گونه‌ای که فکر می‌شد سلیمان عطایی برخلاف گذشته به سوی همه با دیده دشمن می‌بیند و نوعی نفرت و انتقام در وجود او از محیط و جامعه و کشوری که در آن زندگی می‌کرد موج می‌زد. سلیمان عطایی در یک سال اخیر که به آدم خشن و منزوی تبدیل شده بود، ویدیوهای تبلیغاتی یک عضو داعش به نام احمد ظاهر اسلمیار را در یوتیوب بازنشر می‌کرد. این نشان میداد که سلیمان عطایی جذب داعش شده و نفرت از جامعه و کشور آلمان و با باور خودش جهاد علیه کافران را در اینجا وجیبه اسلامی و شرعی خود می‌داند. سرانجام سلیمان عطایی نفرت و خشونت خود را با کاردی که برای ریختن خون انسان در دستش گرفت، روز جمعه 11 جوزای سال 1403 خورشیدی برابر به 7 جون 2024 با حمله به تجمع گروه مخالف اسلام در شهر منهایم آلمان عملاً نشان داد. در نتیجه حمله او یک پلیس 29 ساله آلمانی که در واقع امنیت او را تامین می‌کرد جان باخت و چند نفر دیگر هم با کاردش زخمی شدند. سلیمان عطایی پس از آن که با شلیک پلیس زخمی شد از حمله باز ایستاد و اکنون در شفاخانه‌ای در آلمان زیر درمان قرار دارد. 4 روز بعد از سلیمان عطایی، یک پناهنده 22 ساله دیگر از افغانستان در آلمان با چاقو بر یک پلیس در جزیره روگن در شمال شرق آلمان هم حمله کرد. او نتوانست به پلیس آسیب بزند و زود بازداشت شد. شاید آنچه که سلیمان عطایی انجام داد و یا آن جوان دیگر پناهنده افغانستان که با چه سختی‌های طاقت فرسا و مهلک از افغانستان با آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نامسلمان غربی میآیند و با آنان پناه میبرند، مصداق همین ضرب المثل نان را خورد و نمکدان را شکست باشد. اما پرسش اصلی این است که چرا این گونه آدم‌ها گرفتار تفکر و ذهنیت نفرت و خشونت غیر قابل مهار می‌شوند و احساس می‌کنند که با ریختن خون انسان و کشتن انسان‌های دیگر به رستگاری و پیروزی می‌رسند و کشتن را رسالت و فریضه خود تلقی می‌کنند. پاسخ این پرسش از نظر علمی چیست؟ بنابر آماری که قبلا نشر شده بود، در حدود 7000 نفر از اعضای جوان داعش پس از ظهور و سقوط خلافت داعش در بخش‌هایی از عراق و سوریه از شهروندان مسلمان کشورهای غربی بودند که اکثرشان حتی متولد این کشورها بودند. در این جوامع تعلیم و تربیت شدند و رشد کردند، اما به صورت شگفت‌آوری هزاران نفر آنان به موصل و رقه رفتند تا آنجا با داعش بپیوندند و آدم کشتن و سربریدن را تمرین کنند. پاسخ این سوال هنوز گنگ است. در پاسخ به سوال پیشتر شاید به این نتیجه برسیم که ایمان تقلیدی و عمل تلقینی فاجعه بار است. این سخن شکل ویرایش شده ای از بیان و افکار فریدریش نیچه است که بسیار نقد شده. از کسی نترس که کتابخانه دارد و زیاد کتاب می‌خواند. از کسی بترس که فقط یک کتاب دارد و آن را مقدس می‌شمارد ولی هرگز آن را نخوانده است. محمد افضلی، دیپلمات پیشین افغانستان، به این باور است که افراط‌گرایی به ویژه از نوع دینی آن دیگر تهدیدی بالقوه نیست، بلکه بالفعل است و همرزه در اقصا نقاط جهان فاجعه می‌آفریند. به نقل از او، برای پناهندگانی که اخیراً در اروپا آمده‌اند، وقایعی مانند حمله یک جوان افغانستانی به اجتماع سیاسی و بدتر از آن کشتن یک پلیس مانند حوادث مصیبت‌بار افغانستان تکان دهنده است.
اما سلیمان زمانی که با آلمان آمده بود زیر سن قانونی قرار داشت و این نشان می‌دهد که از سواد کافی برخوردار نبوده، چه رسد به اینکه آگاهی دینی و افراطی داشته باشد. به صورت طبیعی او در آلمان مصروف درس و کار شده و در ادامه ازدواج کرده و صاحب 2 فرزند هم شده است. این گرفتاری‌ها بیانگر آن است که چنین افرادی هیچگاهی فرصت نمی‌کنند تا در مورد فهم دینیشان مطالعه کنند و حتی ممکن است سواد کافی برای مطالعه و تشخیص باورهای خود نداشته باشند. یکی از عوامل گرایش وی به باورهای دینی افراطی میتواند ازدواج موصوف با یک دختر اسلامگرای ترک باشد، چرا که ممکن است او را وادار به تقید در بینش و کنش متعصبانه در امور روزانه کرده باشد. البته تعصب عنعنوی افغانستانی تبارها در پیوند با سلیقه‌های مذهبی شریک زندگیشان میتواند شرایط تبدیل شدن یک فرد عادی به افراطگرای دو آتشه را فراهم کند. آیا این تنها موردی است که از او یک آدم خشن و آدمکش بسازد؟ هرگز. نقش جریان‌های سلفی و افراطی در سقوط این افراد چی است؟ جریان‌های سلفی به خصوص عرب‌هایی که مأموریت مذهبی دارند در صدد آنند که قرائت خاص خود را بر افکار ناپخته جوانان مسلمان در اروپا تحمیل کنند. این امر در شکلگیری حرکت‌های افراطی نقش بسزایی دارد. این گروه‌ها به دنبال مسلمان کردن غیر مسلمانان نیستند، بلکه به فکر آنند که پیروان مذاهب چهارگانه را از پایبندی به عقایدشان دور کنند و همان قرائت خاص خود را در ذهن و زبان جوانان ناآگاه و برخی تازه مسلمان شدگان اروپانشین جابجا کنند. هرچند این سلفی ها در ظاهر امر اهل سیاست نیستند، اما با ویران کردن افکار دیگران زمین ساز افراطگرایی اسلامی در اروپا و سایر کشورها شدند و میشوند. مورد دیگر حرکت افراطی حزب التحریر است که با استفاده از فضای باز و دموکراتیک کشورهای غربی تحرکات سیاسیش را بیشتر کرده و در هر فرصت ممکن تظاهرات مانند تظاهرات هامبورگ را اندازی می‌کند. این جریان هم در شکل دهی حرکت‌های خشونتبار در اروپا و سایر کشورهای منطقه نقش بسزایی دارد. در حالی که طالبان تروریست حضور این چنین گروه‌ها را در افغانستان تحمل نکردند، چگونه اروپا به آنها اجازه می‌دهد تا هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام دهند؟ ممکن است که گروه‌های دیگری هم در خفا به تخریب مناسبات انسانی در میان پیروان ادیان و مذاهب دست بزنند و در گمراه کردن آدم‌های کمسواد و ناآگاه در اروپا تلاش کنند. در چنین شرایطی با توجه به احتمال زیاد شده از فرد طبیعی است که بستر رشد افراطگرایی و مخصوصاً افراطگرایی اسلامی به شدت رو به افزایش است. کسانی مانند سلیمان اسلامگرایی افراطی را از افغانستان با خود به اروپا نیاوردند. او در اروپا و در فضای آزاد اروپا در دام گروه‌های هراس افکن افتاده و مانند یک مانکن مورد بهره برداری قرار گرفته است. او در حالی که کتاب اعتقادی خود را نخوانده و از محتوای آن هیچ آگاهی ندارد، به سلیقه چنین گروه‌های دست به چنین جنایاتی زده است. این حرکت زشت سلیمان خاطر تمام مهاجران افغانستانی و غیر افغانستانی را هم به شدت مکدر ساخت. تمام افغانستانی‌های مهاجر از این حادثه شدیداً ناراحت شدند و از عوامل این جنایات سخت متنفرند.